بعضی برادرها شکایت کردند که پدرشان و عمکشان در همسایگی زندگی میکنند، تقریبا 20 سال شده است با همدیگر رفت آمد ندارند. یعنی علاقمندی خویشاوندی را کندند. در این مدت میگوید به عائله عمکم هم مصیبت ها آمد، به عائله ما هم مصیبت آمد، یکی ما دو نمیشد. من در همین فکر میکنم، میگوید من در همین میدانم که سبب این آمدن مصیبت ها در کندن علاقه هستم. لیکن آنها یک پند میگفتید، یک نصیحت میکردید، شاید آنها یعنی پند را قبول کنند. گفته چندین مراتبه یا برادر بسیار شکایت کرد. واقعا این در جامعه خیلی بسیار است. علاقه را با خویشاوندان کندند، بعد در مسافرت، در غریبی، در عذاب هستند. به یک شخصی حتی بیدین با چهره کشاد در زیر دستش فرمانبردار کار میکند، لیکن به یک برادر خود چهره کشاد ندارد. با خاله و با مادر خود یا با خواهر خود رفت و آمد ندارد. یکی آنها میگوید که 20 سال شد، یعنی که در یک کشور زندگی میکنیم، خواهر من ندیدم. یعنی این اگر امکانیتی دیدن باشد، در غریبی نباشید، یعنی امکانیتی سفر باشد، یعنی علاقه کردن با خویشاوندان این بسیار عبادتی بزرگ است. در صورتی نشدن با تلفن، یعنی با آنها علاقه را پیوست کردن لازم است. و کندن علاقه خیلی که گفتیم الله در قرآن آنها را لعنت کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آنها به جنت نمی دراید. کسی که علاقه را با خویشاوندانش میکند به جنت نمی دراید گفتند. این وعید است. این دلالت میکنه که گناه عظیم است.